مقامات امنیت و پلیس روسیه از بازداشت خورسند مامبکov شهروندی 23 ساله تاجیکستان در شهر سمر خبر دادند که طریق تلفن به مامورین از نام دولت اسلامی سلام رسانده از نصب مواد ترکنده در مجموعه تجارتی کاسموپورت خبر داده است. مامبکov در نواری بازپرسی که از جانب مقامات روسیه نشر شده است خود را زاده بدخشان تاجیکستان معرفی کرده اظهار می‌دارد که به سمر 2 هفته قبل نزد یک دختر آمده است. او در نوار اظهار می‌دارد که نصف روزی 25 دکبر وارد مجموعه تجارتی کاسموپورت شده طریق رقم‌های 02 به مامورین پلیس از نصب تجهیزات ترکنده در این مجموعه خبر داده است. گفتم بعد نیم ساعت در اینجا همه چیز به هوا میپرد. به شما سلام از دولت اسلامی و سال نوتان مبارک. مقامات روسیه میگویند در پی دریافت اطلاع به جای حادثه کارمندان امنیت فدرالی، مامورین دسته تعییناتی مخصوص، جوینده‌های مواد ترکنده و دیگر مسئولین حاضر شدند. از مجموعه حدود 3000 نفر بیرون برآورده شده است، اما ضمن سنجش مواد ترکنده یافت نشده است. در پی چاره‌بینی‌های اپراتیوی متهم در ترور تلفنی بازداشت شد. مسئولین میگویند قانونگذاری روسیه برای اطلاع بردوروغ درباره عمل تروریستی تا 5 سال زندان یا 1 میلیون روبل جریمه پیش بینی شده است.